خب داستان از اینجا شروع بود که هر رومان رفت رستاق دیگه و من رفت مهانی 2 روز داخل هفته. بعد یه روم گفت که موی برم و نیام بمونم، حالا یه روزه بمونم تست بکنم تجربه بکنم. بعد گفت مکن نرفتنم بذار حداقل حتی مسیر رو هم تجربه جدید بکنم. چه بکنم؟ با یه برم، با موتور برم این دفعه. هر بار ماشین رم این دفعه بذار با موتور برم. و اون گفت مکن نرفتنم به حساب خودم چیز جدیدم که تجربه نکردنم، پس بذار ضبطش بکنم یه حالت ولاگ تور بشت و یادگار بمونه داخل پیج و برد نوا بکنیم. چه بود؟ بندر رو دیدیم و یه اولین درس ماه بزار بکنم، اولین درس رانندگی با موتوری که قبلش اگه تو نواز راه دور بره یا گرم بکنی به خود، کمر خود گرم بکنی، گردن خود گرم بکنی، کلوهی هم بگیر که اندازه سر کله تو بشه. ذره متناسب نبود، کله درد دیگه. برم ادامه داستان. مغویه رسیدم و فکر کنم آخرین روستای بخش لنگنده دیگه. اکنون فکر کنم بعد از بخش شبکو و خوبی این مسیری هست که هر چند کیلومتر یه بار یه روستایی هست. یعنی مثلا لنگه که تجارتی شناسن، مولون، بستونن، دیوونن، بعد مغون، ولی اینجا تا خود چارک دیگه مسیر خیلی مستقیم تر و فکر کنم خیلی زودتر برسم، خیلی دیرتر برسم، ولی خب زودتر از یارکان رسیدم. ولی خب این هم تازه طلوع خورشید و برم ادامه مسیر. Let's go! Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photos. خیلی خوب رسیدم کافه مراف. حالا جایی بعد از چهارک هم تمریز کافه مراف شدم. معمولا همیشه اینجا آبستان و ایستگاهی هم با هم یا 5 دقیقه استراحت و از این به بعد دیگه اوکی. کم طلوع هم که پشت سر من و از ساعت چند؟ ساعت 6 و 36 دقیقه.
my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring photos. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart.